Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақт Аъзам Тавоев. Дӯстон, имрӯз мо бо дастгирии шумо 1000 подписчик шудем. Албатта ки бо ёрии шумо агар ҳамин хел рафтан гирад, мо аз ин ҳам зиёд мешавем иншоаллоҳ. Хулоса гапро бисёр намекунем дӯстон. Имрӯза ролик дар бораи рекордҳои ҳайвонскӣ. Ба касе ки ин видео интересна манава тамошо мекунем, мо бошад видеоро ки имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. با پیش از ویدیو رو سر کردن دوستان با شما یک کانال رو توصیه میدم که کانتنت این کانال هم با مثل کانتنت کانال ماست دروین تماشا کنین و باوری دارم که پشایمان نمیشید. سیلکای ویدیو در کامنتاریا закрепить کردگیه. این خانتر است. این به کتاب رکورد گینس افتیده است. میدونید برای چی دوستان؟ برای اون که این شخص در یک ساعت 210 تا شریک رو دام میکند. به یگان یاردم شما سوال میدید که این چگونه این کار رو کرد. لک خانتر برای این کارش رو کردن خیلی هم زحمت زیاد کشیده است. شما در کودکیتان از بالای سکالکا یا اینکه بامپرک میگویند پریدن رو دوست می‌داشتید یا اینکه نه. لک من باوری دارم دوستان که یگان تای شما یگان بار از بالای 110 سکالکا پرید. در کیتا یک دخترک از بالای 110 سکالکا 190 مرتبه میپرد. شما میگوید که این رو همه کودکان میتواند. بله میتواند. لیکن نه از بالای 110 تا. برای آنکه اگر یک تای آنها خطا کند این نمیشود. و برای این کارش با او تمام طلبگان صنفشان یاری دادند. شما بینید دوستان که این شخص با یک چلیک چگونه براحتی اجرمانی میزنند. این رکورد یک چند سال پیش با کتاب رکوردهای گینس در آمده بود، اما این رو یگان کس زده نمیتوانست. در دوام یک دقیقه این شخص 57 اجرمانی میزند. آیا شما میتوانید اینقدر دوستان؟ این کیتایز در کتاب رکوردهای گینس در آمده است برای اون که در دوام یک دقیقه میتواند 52 شم را کشد. شما بینید دوستان که این شخص چگونه براحتی این کار رو میکند. و فکر من او برای این کار رو کردن قریب یک سال مشق کرده است و خودش رو برای این کار آماده ساخته است. و شما دوستان میخواستید همین گونه تالنت را یاد گیرید. بعد از این ویدیو رو تماشا کردن همه ما خواهیم فهمید که در جهان یگان کار نیست که نشود. این کار رو باور کردنش خیلی هم دشوار است و هر کس هم نمیتواند. اما این دختر رو بینید که 4 ساعت و 22 دقیقه می ایستد و رکورد خیلی هم خوبی رو میزند. لیکن از این هم دیده باز با قوتر بوده است. پیش از این یک شخص دیگر 7 ساعت 10 دقیقه می ایستد. این شخص توانست که در دوام 30 سکند 67 تا پریش با مثل ستاره رو با انجام رساند و رکورد خیلی هم خوبی رو زد. بسیار از دوام میگویند که این قین است. لیش نما خدمده ای هیچی هم نمیتوه و کار هم نیست. با من گذارم اونا دوستان که اگر شما هم در خانه خود دلگیر شده باشید میتوانید که همین گونه رکورد زنید و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنید. این رکورد را اهالی هندوستان با انجام رساندند که در این رکورد جهانی 1450 آدم اشتراک داشت. همه آنها با همدیگر جمع میشوند و یک زنجیره را میسازند و گویا با همین کارشون هم رکورد زده باشند. این پار باشد دوستان نه تنها پیتزای خیلی هم خوب میپزد بلکه خیلی هم چوست و چالک است. او در دوام یک دقیقه 14 کروکای پیتزا را جابجا میکند. اگر او با این سرعت خودش کار کند شما فکر کنید دوستان که او در یک سمینه خود چقدر پیتزا میپزد. و دیگر کارگران فقط آرزو میکنند که به مثل این شوند. اینش رو نمیدونم دوستان با شما چگونه فهمونم ولیکن این شخص نبار یکم است که آدمان را در حیرت میگذارد چون که او از بلندی 4000 متر با پاراشوت میپرد و عجایبیش در آن است که او بندهای پاراشوت را در پشت خودش یعنی اینکه در پوست بدنش میزند و از همانجا میپرد. و در آینده این شخص باز چی کارها رو میخواهد که کند و این فقط سوال میموند.
و با همین ویدیورایی که امروز من با انجام رسید دوستان، باور دارم ویدیویی با شما پسند اومد. با کانال حتما پادپیسیاتسیا کرده زنگولچه رو پخش نمایید تا که از برآمد ویدیوی آینده ما باخبر باشید، چون که در آینده مثل هر وقت شما رو ویدیوی بهترین انتظار است. خیر دوستان، تا ویدیوی آینده در پناه الله باشید.